برای بچه گنگ کارسمال خوشحال شانس به خودتون اومدم با ویدیو بوم کاشتگی دیگر من شما شده باشم و لگتون رو صفر کنم و دور هم لذت بریم از بازی بدون لگ. بچه ها امروز قرار بود ویدیو کانفینگ مودمنو سیزن 7 رو بذارم که این نظر سنجی داخل کانال تلگرام گذاشتم براتون و گفتید که بیا کاش لگ بذار و گفتم چشم به روی چشم. یه روز در میون هر روز یه روز در میون کاش لگ داریم دیگه. ما از این به بعد کلا روند چنده، یه روز در میون کاش لگه و هر روز هم ویدیو داریم بچه، هر روز ویدیو آپلود میکنیم. هر ویدیویی که شما دوست دارید، هر چی که شما مد نظرتونه همونو فقط آپلود میکنیم، دیگه چیز دیگه جز این آپلود نمیکنیم. و اینکه بچه گیم پلی اول ببینید. روی دیوایس رم 4 این گیم پلی و بچه افت فریم رو میبینید، یه حالت ریز نمیدونم، اونو باید دقت کنید. البته خب باید دقت کنید. حالا شاید خیلی اصلا لگو حس نکنن داخل این گیم پلی، ولی یه افت فریم ریز داخل این گوشه رم 4 وجود داره. گوشه ردمی نوت 9 اس اگه اشتباه نکنم، بله ردمی نوت 9 اس هستش این گوشی که بچه رفیقم اکانتم انداختم روی گوشه رفیقم و گفتم بیا لگی تو صفر کنم برات. و اینجا هم بچه ببینید کیلو 141 چه جری میده فقط. و اینکه بچه بهتون میگم آموزش گذاشتم جلوتر، اصلا ویدیو رو جلو نزنید. و اینکه آره آموزش گذاشتم. اول نفر اول ناک کردم بچه با این کیلو 141 خیلی چش کاده. نفر دوم ناک کردم. اینا دوباره برمیگردن بچه‌ها. آره داشتم میگفتم این آموزش بچه الان افت فریمو نمیدونم حس میکنید یا نه، خیلی باید دقت کنید که حس کنید بچه. اون یکی اومد بچه هم اینجا زدمش و آره. و بچه اصلا فکر نکن رو دیوایس خودم گرفتم گیم پلی ها، مثلا گیم پلی دوم ببینید لگ نره. دقیقا رو همین دیوایس رم 4 و با 60 فریم فیکس این ویدیو رو گرفتم و اصلا بچه خیلی خفنه، خیلی خفنه آموزش، خیلی گاده. و بچه دوباره اومدن این از این یکی هم دوباره زدم بچه. اینقدر تشش گاده. حالا میدونم که نمیخواید، نیازی نرید اتشون، ولی اگه دوست داشتید بگید براتون بذارم، ان شاءالله بین ویدیو میذارمش اگه دوست داشتید بگید. و اینم نفر بعدی اینجا ناک کردیم. بچه جلوتر منو میذارن ولی کاتش زدم دیگه، با اسنایپر دور هدشاتمو میکنن دیگه، یه مقدار جلوتر. و دیگه من اینجا رد کردم بچه. اینجا رو که میبینید یه افت فریم ریزی داره. حالا اگه دقت کنید و میریم سراغ گیم پلی دومی، اصلا بچه پشمو تو فر میخوره، انقدر FPS بازی بوست میشه و اصلا یه چیز نابی. 60 فریم فیکس روی دیوایس رم 4 میگیرم و میبینید حالا. و خیلی بچه آموزش خفن و گادیه و اینکه اصلا عشق و حال. و اینجا بچه میزنیم این طرف رو. این رفیقمون البته ما که مردیم، این رفیقمون بچه بازیش خیلی خوبه، خدایش نکنید. یعنی اچ اس رگ باریو چیده دیگه بچه. میگن بعضی میگن گان تاکسیک و تاکسیک پلیر رو اینا. بچه خب بازی گذاشته، مثلا ربطی نداره، بازی یه گانی گذاشته، تو میتونی ازش استفاده کنی. نگفته که بند داره، چیت که استفاده نمی‌کنی. اتفاقا خیلی بهتره که از این چیزا استفاده کرد، از این گانا. نگاه بچه تاکسیکه که تاکسیکه، آخه خفنه بابا. خب بازی قابلیت رو در اختیار تو گذاشته، بیا با تو بازی کن اینطوری. اینجا این بچه با پی 19 بایزن جر میده از رنج دور. پی 19 بایزن بچه خیلی گانگادیه این سیزن. و اینجا زده و وینو گرفتیم. بریم سراغ گیم پلی دوم که اصلا بچه لگ نداره، پشماتون میریزه گیم پلی دوم ببینید. و واقعا بچه حالا سینم بهتون میگم سنسمو بردم بالا، سنس عجیب غریبی چیدم خفن، یعنی یه سنس چیدم نابی، خیلی بچه سنس گادیه و خوراک شاتگان و اسنایپر، یعنی اصلا جر میده براتون بچه. سنس جدید بشینید سعی کنید برید داخل اون بخش تمرینی بچه رویال، اونجا بچه تمرین کنید روی سنستون که بازی دستون بیاد. و اینجا چه اصلا خوب میزنه، ولی بعضی وقتا دیگه شاخه جری باید کنه، ولی اصلا بد نیست این سیزن. یه نه اتچمنت چیدم واسه دراپ. حالا جلوتر میبینید بچه اتچمنت وان شات هیچ کی نذاشته تو کامنت، یعنی هیچ کسی این اتچمنت نذاشته و نمیدونه چیه اصلا یه اتچمنت خاصه هیچ کس نذاشته. تضمین میدم که کسی حالا بخواد کامیونیتی کارسمال ایران توی این سیزن جدید اصلا نذاشته این اتچمنتو. و اینکه بچه خیلی اتچش کادال جلوتر میکشم از زیرا و میبینید چیه و باهاشم پلی میدم. خیلی اتش گادی اینطوری بهتون میگم، اصلا یه چیز نابه. و اینکه
داخل این گیم پلی هم بچه 17 تا کیل میزنم، ولی بات هم زیاد دارم داخلش. من بات بچه میزنم، چرا دروغ بهتون میگم؟ بیا جون مثلا میگم الان 3-4 تا بات اینجا بود زدم. یه دروغ نریم بگیم که بازیمون هم خدا نیست. من مثلا پلیر گادی نیستم که بگم وای من چقدر خدا، من از اونجا نیستم، نوبم اتفاقا. حالا نه که مثلا دیگه بازیشون مثلا خوبه میام من واقعا اونقدر بازی تعریفی نداره که مثلا خفن باشه. این خروس بی پدرم دوباره اومد حاجی. ما مف وایس برای شما ضبط کنیم، خروس دوباره میاد. ای دنس. آره بچه‌ها اینجا رو ببینید بچه‌ها، شاتگان اصلا نابی بیوای خیلی این سیزن خوب شده. اتش برای بیوای دوست داشتید بگید براتون بذارم حتما. یه اتش من چیدم البته براش بچه‌ها، خیلی بد وان شات میکنه، خیلی بد وان شات کنه. و اگه خود دوست داشتید اتچو بگید براتون بذارم. خیلی اتچ گادی بیوایه اصلا بچه، یه وان شات هایی میکنه عجیب. اینجا هم نکنید که میزنیم مفرش کردیم. البته 3 نفر دورش بودیم دیگه، باید میخورد طبیعتا. بچه صدامو در این میاد دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید، شرایطشو نرم جای رکورد کنم که صدا نیاد، شرمنده است. و اینکه بچه آره یه مقدار جلوتر میریم. البته میمیرم، آره من میمیرم ولی کاتش کردم. میرم روی دراک بچه اچس رو میکشم. اچس آتیش خاک و خون میکشم اصلا، یعنی باید ناله کنی، ناله کن. در این حد خفنه بچه اتچ. و اینکه آره اینجا میکشیمش مردی. مود خیلی اتچش کده. وانشات دیدی که وانشات داری که آره خیلی نایستانه دارم بچه. هر روز استوریاشو میبینم، خیلی بوم انرژی مثبت خالص دنسرز، خیلی خوبه. و اینکه آره اینجا بچه ها بریم. این انمی البته یارو میزنه، آره این انمی رو یارو میزنه. چون این شات نخورد بهش، نمیدونم چرا رجستر نشد، شات خفنی شد بچه. اتچ این اچس هم هیپ هم فسیلیسه، ولی روی فسیلیس بیشتر جوابه اینو بهتون بگم. ولی هیپ فایر هم میزنه براتون، یعنی اونجوری نیست که به هیپ هم میزنه دیگه بچه. میبینید که لگم نرم دیگه روی این گیم پلیه. خیلی بچه سخت دارم با این آموزش رفت لگ بهتون میدم مثلا جیر میده. جامعش رو زدم در رفت لعنتی، نمون نزول ناکش کنم. و اینکه آره اتچ اچس هم که میبینید، حالا دوست داشتید بگید براتون بذارم. خیلی اتچش نابیه، یعنی یه چیز سطح بالای گاد و مشیال جلوتر میبینید. یه شات میزنم از رنج 30 کیلومتری وان شات میشه، اصلا یه چیز حق. بچه بهتون میگم لانگ برل لجند باید باشه روی این اتچمنت. لانگ برل لجند، لانگ رنج طلایی. حالا من بدون پرک هم زدم داخل ویدیو براتون، ولی این دوتا پک باشن دیگه تمومه. حالا رترو ریکویل هم بنازید بچه، ریجستر تی رو میبره بالا دیگه، اصلا میشه قوقا، میشه اصلا این چیز عجب غریبی. خیلی خفنه. ای خروس بی پدر اینجا داشته باشید بچه، خروس رو ولش کن. اینجا داشته باشید. اینجا یه شات زدم نخورد بچه، اومدم اینجا بیبی زد. بیبی زد چند تا مومنت زدم دوپس وان شات. اینطوری وان شات میکنه بچه، اینقدر خوبه. اتچ نابه دیگه بچه. یه اتچ چیدم مرتی که حرفه‌ای باشه. آموزش کاشلگ هم بچه یه مقدار دیگه میریم سراغش، بهتون آموزش رو میدم، اصلا نگران آموزش نباشید. و میریم کم کم سراغش. اینجا یه شات زدم بچه بهش، اینجا یه شات دیگه هم میزنیم. اینجا دقیقا افتاد و کارش تموم شد. میریم پشت آرمون رو بزنیم و اینم بهتون میگم بچه تقریبا یه دقیقه دیگه آموزش میاد و میریم برای یاد دادن آموزش به شما اشتدلا. و اینکه بهتون میگم از برنامه چلی استفاده کنید و از کجا بگیرید. همین الان میگم بچه برنامه میتونید از کانال تلگرام بگیرید. کانال تلگرام کجاست؟ آیدیش میاد روی صفحه @sanzuko_ytm. اونجا جوین شید گایز. برنامه رو از اونجا میتونید نصب کنید و لایک و سابسکرایب هم بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید که لایک و سابتون نپره. و اینکه بچه‌ها دیگه گیم پلی آخرش رو تموم میشه و اینجا بچه‌ها نگاه کن رنجو دوپس از کجا وان شات کرد، در این حد خفنه. و اینکه بچه‌ها دیگه گیم پلی تموم شد و بریم سراغ آموزش. و اینکه یادتونم چجوری از آموزش استفاده کنید. خب بچه‌ها بریم سراغ آموزش استفاده از برنامه. این برنامه است بچه‌ها گیم بوستر، یه گیم بوستر خاص و حرفه‌ای و ناب دیگه، اصلا آتیش. میذاریم بچه‌ها روش و واردش میشیم و کار کردن باشو بهتون یاد میدم چجوری از برنامه استفاده بکنید. وقتی واردش بشین بچه‌ها باید اینجا یه گزینه است آفه، آنش کنید و دسترسی‌هایی که ازتون میخواد فعال کنید تا بتونه براتون کار کنه این برنامه. هیچ مشکلی بچه وایسی از قطع داشتم گفتم که هیچ مشکلی برای دیوایستون پیش نمیاد با اینا برنامه و
فقط دسترسی رو بهش بدید. اینجا دسترسی که ازتون میخواد و بک بزنید. اینجا بچه‌ها دوباره اینو فعالش کنید این گزینه رو. این روی اون گزینه سبز بالا که میاد بزنید، بازی رو براتون بچه‌ها بوست میکنه یه دور. و این گزینه پایینشو بزنید وارد با تنظیماتش بشید. اینجا بچه روی ورژن گلوبال بذارید، رزولوشن روی 720 بذارید، گرافیک روی اسموت بذارید که پایین ترین گرافیک رو بهتون بده. پوتیتو گرافیک یا گرافیک سیب زمینی هم فعال کنید که گرافیکتون رو میاره پایین و FPS بیشتری بهتون میده. فریم ریتتون بچه اندازه گوشتون بذارید، 30 فریم، 40 فریم، 60 فریم همونقدر بذارید، بیشتر هم نذارید. شادوز هم دیسیبل کنید که سایه نباشه داخل گیمتون. اوتو کوالیتی هم روی اولترا قرار بدید. حالا روی لو هم قرار بدید، تست کنیم ببینیم کدومش بیشتره. گزینه آخرام بچه روی انیبل بزنید و کار جمع بیاید همین لحظه بیرون رو برید داخل گیمتون از اینجا و عشق کنید. اینجا حالا بچه اپتیمایز هم میزنید روی گیم، اپتیمایزش کنه و لگتون رو صفر کنه. عشقید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.